اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. ما گفتیم از امشب بپردازیم به موضوع اصلی و ریشه‌ای و اساسی عید سعید قدیر خم. در واقع اصلی ترین قضیه عید قدیر موضوع ولایته، یعنی ولایت موضوعیت داره. عید قدیر آمد که ولایت رو به همگان معرفی بکنه. با خودمون فکر کردیم که در این مسیر از چه عزیزی استفاده بکنیم، بهره‌مند بشیم که متخصص و بلد راه ما باشن در این مسیر پرنور. گفتیم چه کسی بهتر از حاجی آقای موسوی مطلق عزیز که هم از سلسله جلیله سادات هستن و به سرموی بزرگ ما هم اهل فنن توی این مسیر. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. ایام مبارک باشه. شام ولادت امام هادی و نزدیک عید قدیر هستیم. عید شما مبارک باشه. سلامت باشید. بر شما مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و شادباش دارم خدمت هم از های قوامی عزیزم، عوامل برنامه هم بینندگان عزیز و ارجمند و ولایت مدار که در این ایام عید الله الاکبر برنامه رو میبینن. انشالله بتونیم هر لحظه ای قدمی به سمت معرفت اهل بیت اسم البطارت و خصوصا امیرالمومنین جلو بریم و برداریم. الهی آمین. الهی آمین. به دعای شما و فرمایشات شما و مثل شما انشالله. چه خبر؟ الحمدلله. همه چی خوبه؟ اوضاع رو به راست. خیلی خوشحالیم بعد از مدت شما رو زیارت می‌کنیم شبکه و برنامه یاد خدا. عرضم حضورتون که من طرح موضوع رو کردم و ما قرار هستش که از دریچه آیات و روایات بپردازیم به موضوع ولایت. منتها یه کوچولو اول راجع به این صحبت بکنیم، از شما بشنوم. من ببینید همین تبریک که من خدمت شما عرض کردم، شما فرمودید تبریک گفتید به مردم و اینها، این توصیه معصومین به ماست در عید قدیر و بیشترین توصیه نسبت به همه اعیاد درباره عید قدیر. آقا ابراز شادی کنید، به هم رسیدید تبریک بگید، اصلا متبسم باشید، اطعام کنید، احسان کنید. توی هیچ، یعنی تو روزهای دیگه هم داریم این توصیه، ولی هیچ جا این اندازه نیست. چرا انقدر توصیه؟ چراش که معلوم است به جهت اهمیت کار است. یعنی قدیر مثل یک بند تسبیحی است برای سایر اعیاد ما، سایر مناسبات و هر چیزی که ما در اسلام داریم. این که کاملا معلوم است دلیلش حلقه اتصاله. بله، ضمنی که کلا قدیر فقط نسب وجود مقدس امیرالمومنین نیست. این عید قدیر که بزرگ داشته می شود و بزرگ هست و ائمه سفارشات متعدد و فراوانی نسبت به خود اصل قدیر، خود برگزاری، مناسباتش، بعدم خیلی ریز شدن توی خیلی موضوعات. میگم، یعنی جای فقط میگه آقا شما سرور داشته باشید، جشن هست. یه وقت نه، میگن آقا عیدی بدید، لباس نو بپوشید، ابراز بکنید، به دید و بازدید هم برید. یعنی خیلی ریز موضوع. آره. معلوم است که این ریز موضوع ها کنار هم که قرارش میدی عظمت قدیر نمایش پیدا میکنه. خب یک رازش این است که روز قدیر روز نصب تمام اوصیای انبیاست. عجب. یعنی هر پیغمبری که وصی داشته است، که پیامبران همه دارای عموما دارای اوصیایی بودن، مثلا حضرت موسی علیه السلام 12 تا وصی داشته. یوشع ابن نون ظاهرا قبل از خود حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفت. جانشینانی داشتن این بزرگواران. روز قدیر روز نصب اوصیاء تمام انبیاست. چون میدونید که نصب وصی در اختیار خداست، همچنان که نصب نبی و مرسلین در اختیار خداست. جانشینانشون هم که یک امروز با خدا معین بود. بله. و همه در روز قدیر بود. یک نکته بعدی اینه که روز نصب وجود مقدس امام حسن مجتبی هم هست، امام حسین هم هست، امام سجاد. بله تا امام 12 پیغمبر فرموده. حالا آغاز با وجود مقدس امیرالمومنین است. خب معلومه شما یک روز در سال اوصیای تمام انبیا منصوب شدن، ائمه منصوب شدن، امیرالمومنین منصوب شده است. جریان رسالت باید ادامه پیدا بکنه. خب معلومه که اهمیت داره دیگه. درست. پس این همه تاکید. بله، یکی از خب عرضم موضوع شما که این فرمایش شما من یاد این فرمایش امام صادق انداخت که فرمودن که
خداوند هیچ پیامبری رو به رسالت مبعوث نکرد مگر اینکه او رو از حرمت و عظمت این روز با خبر کرد و این روز رو برای او هم عید قرار داد. این همین فرمایش شما که بعد حالا امشب ما شب در واقع ولادت امام هادی است که عرضم به حضور شما از امام هادی یک زیارت قدیریه‌ای به جا مونده که ذکر فضایل حضرت مولاست و از آیات متعددی هم استفاده کردن. ما هم قرار هستش بحثمون بحث ولایت از دریچه قرآن کریم باشه. اگه صلاح میدونید با اشاره به این زیارت امام هادی که سرشار از آیات قرآن کریم هم هست شروع بکنید، هر جور صلاح میدونید. بله، شروع مبارکی است، هم حرمت امام هادی علیه السلام نگهداری می شود و همین که واقعا مولای ما امام هادی سلام الله علیه در بین یادگارانی که برای ما گذاشته، این دو یادگارش یک درخشندگی خاصی داره. یکی زیارت جامعه کبیره که تعبیر حضرت آیت الله عظما جوادی آملی فرمودند یک دوره امام شناسی است. زیارت جامعه کبیره بیش از 420 فضیلت از فضایل ائمه در زیارت جامعه آمده است. عجیبه. حالا کم و بیش به نسبت زیارت قدیریه میشناسند. همینطوره. به نسبت سایر معارف ما باز هم زیارت جامعه کبیره محجور است. همینطوره. اما به نسبت یادگار دیگر باز بیشتر هست. یادگار دوم همچنان که اشاره به موقع و ظریف و لطیفی فرمودید، زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام هست. عموم ائمه ما یه یادگاری هایی دارن برای قدیر به حسب شرایط و اقتضاعاتی که داشتن. یا در قالب زیارتنامه است، یا در قالب نماز است، یا در قالب دعا هست، یا در قالب سفارش و توصیه هست. هر کدوم که یک فرصتی پیدا کردن مردم رو متوجه قدیر انجام. امام هادی علیه السلام زیارت قدیر است و جریانش هم اینه. اتفاقا امام هادی رو که تبعید کرده بودن در مسیری که می آمدن 18 ذوالحجه رسید به نجف. یعنی تا که حضرت در مدینه مثلا تشریف داشته باشن، در جای دیگری باشن، بعد حالا به دوستانشون این زیارت رو تعلیم بفرمایند. خیر. نه، رسید روز قدیر نجف. حالا هستن اطراف امام هادی، ایشون درخواست کردن که اینجا جدشون رو زیارت کنه. در زمان امام هادی هم قبر دیگه مشخصه، تا زمان حضرت صادق سلام الله علیه قبر مطهر امیرالمومنین مشخص و هویدا نبود. اینجا دیگه معلومه و حضرت ایستادن و این زیارت پرنکته و پر از مفاهیم و اسرار عالیه رو بیان کردن. ایستادن و انجام دادن. و در واقع آیون میگن زیارت قرآنی امیرالمومنین. یا کنید یه شعری هست، من همین تک بیتش معروفه، بقیه‌اش بلد نیستم، یادم رفت جزئی، که قرآن به جز وصف علی آیه، قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد، ایمان به جز از حب علی پایه ندارد. گفتم بروم سایه مهرش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. بارکالله که ما وقتی میخوایم این رو اثبات بکنیم، خب باید قرآن شناس باشید. همینطوره. قرآن رو نشناسی که متوجه نمیشه یعنی چی. بعد وقتی می سر سفره میشینی، اهل بیت اسمت به طهارت، میبینی اونا راهنمایی میکنن، میرسی. وقتی سر سفره تربیت یافتگان مینشینی، باز میبینی از این دو سفره پربرکت به کنار گاهی میایی غور میکنی در آثار دیگران، میبینی اونا هم یه چیزهای عجیبی دارن. حالا من همینجا که صحبت پیش آمد، البته اینا هر کدوم باید جلسه مفصلی باشه، اما به جهت اثبات این جمله میخوام عرض بکنم. حالا زیارت قدیریه که حدود 54 آیه خود ما شمردیم. یه آیات کامل است، بعضی آیات کامل رو میشمارن، بعضی اشارات رو میشمارن، به جهت این تعدادها گاهی جابجا میشه. اما هست دیگه، آیاتش هست و مراجعه بفرمایید. یعنی زیارت قرآنی امیرالمومنین هست. وقت در بین این آیات امام هادی این تعداد آیه رو مشخص کرد، یعنی امیرالمومنین در منظر قرآن معرفی میکنه. خب طبیعی است دیگه، امام هادی قرآن ناطق است، معرفی هم بفرماید معلومه. یه خورده میریم جای دیگری سری بزنیم بد نیست. معاویه بن ابی سفیان وقتی میخواستن یزید رو بساط جانشینیش رو فراهم بکنن که بعد از خودش بشینه، لازمش این بود که به استانهای حساس
که تحت اشراف بلاد مسلمین بود و مثلا حاکم مسلمین بره و شروع کردن به این سفرها. سخت‌ترین سفر معاویه در دوره بود که وارد مدینه شد. خیلی مهم بود که این شهر چجور برخورد. درست. یه چند روزی گذشت به انواع ملاقات ها. یه روز به اطرافیان گفت که ابن عباس نیستش. آره. گفتن میاد و شروع کردن توجیه کردن. آره. ابن عباس میلی نداشت که بیاد. بالاخره فرستادن و آمد. معاویه هم به حسب ظاهر حرمت ابن عباس رو حفظ کرد. بهشون گفت که شنیدم قرآن تفسیر میکنی؟ گفت بله قرآن تفسیر میکنم. گفت چطور قرآن تفسیر میکنی؟ میخوام مدلش رو بله. ببینم. شما این مفسر عظیم و شأن آره حضرت استاد قرائتی رو ببینید. مثلا چون با همای گلپایگانی که ملاقاتی داشتن اون اوایل قبل از انقلاب اینا خواسته بود که بساطی براش فراهم بکنم برای تفسیر قرآن. آقای گلپایگانی فرموده بود که خب یه نمونه فرام بریم چجوری تفسیر میکنی؟ و گفته آقا باید تابلو باشه، مثلا گچ باشه، بیام خیلی مورد طبع مردم صاحب نظر واقع شده از تفسیرهای قرائتی، هم بیانش هم قلم ایشون. حالا خود مشاهده خیلی مهم هست. حالا بلا تشبیه اینجا گفت خب حالا چجور تفسیر میکنی ابن عباس؟ گفت روش من اینه که مثلا مردم از من میپرسن، من باید جواب بدم و مردم میدانن که ما هر آیه ای نازل شده است از پیغمبر سوال کردیم و پیغمبر بیان کرده. گفت خب بگو ببینم والا مثلا چطوره. حالا من ترتیب آیات رو الان مقابلم نیست که عرض بکنم، یهو هم این مثال آمد توی ذهنم. ابن عباس گفت مثلا از ما میپرسن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مردم چیه باید ابلاغ بکنه که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. چیه که معادل تمام رسالت پیغمبر، بعد فقط رسالت پیغمبر نیست، رسالت تمام انبیاست. او خاتم الانبیاست. خاتم الانبیاست. بله. گفت اون روزی است که پیغمبر در حضور مهاجر و انصار و صحابه کبار و همه به فرمان الهی دست علی بن ابی طالب رو بود. گفت حالا قرآنی همه آیه داشته، حالا همه آیه رو گرفته. خب آیه دیگری رو گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگن این الیوم یه روز مشخصی الف لام داره دیگه، یه روز مشخصی است که دین کامل شده. کدوم روزه؟ یه همون روز 18 ذوالحجه است. خب یه آیه دیگری بخون. میخونم یسألونک عن النبأ العظیم. مردم از این پرسن نبأ عظیم چیه؟ من از پیغمبر سوال کردم و اون نبأ عظیم علی بن ابی صراط مستقیم علی بن ابی طالب است. شروع کرد آیات رو، آیه مباهله و آیه ولایت و همه اینها رو بیان کرد. حالا عرض من یکیش همینه که این همه آیات رو به کار بردن. نکته مهمش اینه معاویه و کسانی که حضور داشتن که همه هم از چی بودن؟ از عموما از اصحاب بودن، به جز تیمی که حالا از شام آمده بود ایشون و بعضیشون تابعین بودن. به هر حال همه حضور داشتن، میخواستن این گفتگو رو بشنون. یک نفر یقه ابن عباس رو نگرفت. چی میگی؟ از خودت داری حرف میزنی؟ کجا بوده؟ یعنی چنان این آیات شهره در وصف امیرالمومنین برداشت بوده همینه دیگه. هیچ کسی انکار نکرد. آره. حالا مفصل این گفتگو معاویه عصبانی هم شد که حالا مثلا 6666 آیه قرآن داره، مثلا حالا همین چند تا آیه رو گرفتی. معاویه چه کنم؟ معناش این میشه چه کنم قرآن به جز وصف علی آیه نداره. یا راجع به دشمنانش یا خودش یا احکامش. خیلی خوب، خیلی خوب. اینا رو که میفرمایید و شبیه اتفاقات ظاهرا هم زیاد بوده تا قبل از روز عید قدیر که بارها توسط پیامبر و دیگرانی حقانیت امیرالمومنین مطرح شده، بیشتر آدم به قربت و مظلومیت امیرالمومنین واقعا پی میبره. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه فرمایشات شما رو میشنویم. خدمت شما هستیم، خدمت قرآن و قرآن ناطق امیرالمومنین با افتخار. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی ممنونم که همچنان دارین برنامه خودتون رو تماشا میکنین. ما با افتخار خدمت شما هستیم. یه چیزی به ذهنم اومد، گفتم به قول امروزی‌ها مخصوصا اینایی که توی فضای مجازی بیشتر فعالیت میکنن با شما واژه‌ها به اشتراک بذارم. به نظرم اومد اصلا روز عید قدیر روز قرآن هم هست. روز قرآن میشه گفت. چرا؟
چون قدیر در قرآنه، قرآن هم در قدیره به نظرم. یعنی تو روز قدیر خم پیغمبر همه رو دعوت کردن که از قرآن فرمان بگیرن، به قرآن عمل بکنن، به مفاهیم قرآن عمل بکنن و بعد فرمودن اون کسی که میتونه این قرآن رو برای شما تفسیر کنه همین آقایی که دستش الان تو دست منه. غیر از اینه؟ نه همینطوره. خود خطبه وجود مقدس پیغمبر عظیم الشأن اگر اشتباه نکنم 35 آیه ایشون بیان میکنن، یه حدود چنین 25 آیه پیغمبر از قرآن مطرح میکنه. حدیث ثقلین هم اونجا میفرماید که این دو با همن. حالا جالبه این تو همین حدیث ثقلین که بیان فرموده بارها از بیش از 10 مرتبه در جاهای مختلف و حساس پیغمبر این حدیث رو بیان کرده، حدیث ثقلین رو، که اتفاقا باعث گرایش خیلی از افراد شده به تشیع. یکی از این آیان به اصطلاح وهابی که مستبصر شده بود، ما هم دعوت کردیم امامت حسینیه در اونجا جریانش رو تعریف کرد، گفتیم که چطور شد، مثلا اون جرقه برای مردم خیلی مهم. گفت من رفتم در چابهار کاری داشتم، از کنار سازمان آب دیدم اونجا رو دیوار یه حدیثی نوشته شده، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و ایتت لن یفترقا. آره ترجمه‌ش هم زیرش نوشته بود و منابعی هم نوشته از غیر شیعه و خلاصه رفته بود تحقیق به برکت این حدیث شریف که بالاخره قرآن که هست معلومه. خب این اطرت کجاست؟ اینا هم که لن یفترقا هست، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. اونو باید پیدا بکنیم به برکت حضور قرآن که آخه بعضی خیال میکنن شعاره. وقتی میگیم آقا قرآن مشترک است بین همه ما مسلمانان، و شعار نیست، واقعیته. این رو باید اثبات کنیم. وقتی میگیم قدیر میتونه محور وحدت همه مسلمین بشه، این باید اثبات بشه و واقعا هم شعار نیست، یه حقیقتی است. حالا پیغمبر بیش از 10 مرتبه بیان کرده. به قول باز یاد کنیم، حالا وقتی اسم قرآن میاد گریزی نیست که از قرآن پژوهان و مفسران و کسانی که عمری در قرآن سپری کردن از ما هم یاد بشه. من این رو بارها شنیدم از در جلسات درس حضرت آیت الله جوادی آملی، میفرمودن که پیغمبر، حالا بعدم روایتشو پیدا کردیم، منتها ادب اقتضا میکنه وقتی یه روایتی سماعی میشنوی اول از همون کز نقل از همون کتاب بعدم به مصدر اصلیش. فرمودن وقتی پیغمبر میخواست معرفی بکنه حدیث ثقلین رو، نفرمود من میرم بین شما 2 یادگار به جا میگذارم، چون زبان بدن پیغمبر هم گویا بوده است. یعنی پیغمبر با زبان بدنش هم حرف میزده. قوی ترین کارهای رسانه‌ای رو پیغمبر انجام داده. در مکارم الاخلاق تبریسی داریم یا تبرسی داریم، فرماد پیغمبر هر وقت میخواست امر مهمی رو بگه که منفعت دنیوی و اخرویه داشت، این جمله رو میگو حاضران به غایبان برسونن. یعنی کار رسانه‌ای کردن. رسانه اروز چی بوده؟ سینه به سینه بوده دیگه، بر همه لازم باشه. کما که در قدیر هم همین بیان رو دارن، فلیبلغ الحاضر الغائب. تازه الی یوم القیامت هم هست، نسلا در نسل تکلیف همه ما هست. حالا اشاره خواهد شد تکلیف همه پدر مادرها همه هست تا قیامت. من پیغمبر اینطوری نفرمود که من 2 چیز رو به یادگار گذاشتم، این انگشت و این انگشت رو آورد کنار هم قرار داد. عجیبه که فردا بازی در نیارن بعضیا. یعنی فقط شما نشنیدید و دیدید، هم دیدید هم اگر اینطور میکنن میگفتن خب یکیش کوتاه است یکیش بلند. نه این دوتا کنار هم، این دوتا کنار هم اندازه هم هستن. عجیبه. آره هر دو. لذا کسی نمیتونه ادعا بکنه من اهل بیت رو دارم بعد بی رغبت به قرآن باشه، توجه به قرآن نداشته باشه، ادب قرآن رو رعایت کنه. من حالا این زبان بدن که فرمودید خیلی واقعا جای تمرکز و مکث و فکر داره. من همیشه هم به این فکر میکردم این فهازا علیون مولاشون خیلی عجیبه. بعد حالا بیان بالای بلندی قرار بگیرن، به اونم اکتفا نکنن، باز دستو بیارن بالا. یعنی جای هیچ بحثی باقی نمونه مردم. ولی اصلا باز از توش یه چیزی در آوردن. آخه مدلی که پیغمبر ارائه کرد در غدیر بی‌نظیر بود، واقعا بی‌نظیره. یعنی برای هیچ عقل سلیمی بهانه‌ای نگذاشته، هیچ قلب سلیمی بهانه. قلب سالم باشه، عقل سالم باشه، میفهمه دیگه. پیغمبری که دریای مهربانی است،
رحمتا للعالمین است و ما ارسلناک الی رحمتا للعالمین. خلق عظیم هست، به معنای واقعی عاشق مردم هست که این مردم اذیت نشن. خدا آیه نازل میشه، ما داری جون میدی. این پیغمبر حالا میاد حجت الوداع. اول ببینید چقدر حضرت زیبا عمل میکنه. از قبل اعلان میکنه که من میخوام بیام حج، مطلع بشن بلاد مسلمین، بیان اعمال حج رو هم انجام دادن، حالا میخوان خارج بشن از حج. خب این انتخاب نقطه خیلی مهم هست که کجا بیاد. دیگه چیزی از احکام هم نمونده. بعدم یه نفر دو نفر داد تو گرما، اون تندیس مهربانی مردم رو تو گرما نگه میداره. 3 روزم نگه میداره. میگه حالا یه عده هم بندگان خدا رفتن جلو، اونا رو برگردونید. برگردونید. وایسید تا اونا هم بیان. همه این مقدمات رو انسان وقتی نگاه میکنه، بعدم به اون شرایطی گفتید، بیان جهازای شتر رو بگذارن ببر بالا و دست حضرت رو ببره بالا. بعدم اینطور نیست که شعار بدن ما همه سرباز توییم علی جان، گوش به فرمان توییم علی جان. نه، شعار جای خودش که ظهوری دارد، دساری هم دونه باید به تک تک 3 روز دارن. 3 روز بله. همه این که میگن جشن‌های قدیر، حالا خب الحمدلله برکت مبلغین رسانه الحق و الانصاف توی چند ساله نسبت به قدیر و مباهله خوش درخشید. خدا رو شکر. آره بعد اینها رو گفت. واقعا تعارف که نداریم دیگه. قدیری که سابق معرفی میشد الان چجوری؟ الان 1 دهه رو جشن میگیرن تا خود مباهله 24م است، چون تو خود ذوالحجه. و جالب اینه که بیشترین آیات ولایت هم در همین ذوالحجه نازل شده است. حتی زنام خب دیگه گفت خب ما تحت اختیار و ولایت خلاصه مثلا شوهران هستیم و میگن نه اینطور نیست. امر ولایت قبیله و حزب و گروه و زن و شوهر و پدر و فرزند و اینها نمیشناسد. تکلیف بر عهده همگان هست. فرمود حتی زنها هم بیان خیمه دیگری تشتی دست امیرالمومنین بگذاره، نصف اون تشت اون طرف باشه، دیگران هم دست بگذارن، به نشانه بیعت ظاهری که اون روز در عرب هم خیلی مطرح بوده در جامعه اون روز. بعد در اسلام بهش صحیح گذاشته شد. بعدن که مردم رشد کردن دیگه این بیعت‌های ظاهری آمد بیرون، یعنی عملا ثابت کردن. شما در جبهه ببینید در جنگ خب کسی نمیاد که عملی دست بده به حضرت امام بگه ما با تو بیعت کردیم. نه، همون شعاره چون عمق پیدا کرده بود رفتن جانشون هم دادند و میدند و هر جا پاکار هست حضور دارن. ولی پیغمبر نگه میداره 3 روز همه رو که جای هیچ بهانه ای نباشد، جای هیچ بهانه ای. حالا دیگه قلب مریض از توش همه چی در میاره بیرون. آره او یه بحث دیگری که خود مولا رو شما بیایی خنده آید عرض و سما را زین سخن. آره که بگی مولا مثلا به معنای دوست است. 3 روز مردم رو بیاری اونجا، معلومه که عقلا هم پذیرفته شده نیست، زمینی که در لغت و اینا هم قابله. خب با اینجا نگه داریم بحث و انشالله به شرط توفیق حیات ما فرداش هم خدمت شما هستیم. تا اینجا نگه داریم که خب این شرایط رو فراهم کردن به لحاظ ظاهری و زبان بدن و اینها. چی گفتن؟ مخلص کلام چی بود؟ مفهوم چی بود؟ همون بحث ولایتی که ما داریم از قرآن میکشیم بیرون و اون آیاتی که اونجا نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تا اینجاشو همه میگن. یه عبارتی بعد از اینم هست، من با اونم کار دارم اگه صلاح دونستید. بله. تو برنامه هفته در واقع برنامه آتی که فردا شب هست به اونم بپردازیم. خیلی ممنونم. عوامی ندارین؟ اجرتون با امیرالمومنین. چون فرمودید تو همه قرآن امیرالمومنین، من باز یاد 2-3 بیت دیگه هم افتادم، اینو حسن ختام با شما بخونم و خداحافظی کنیم. گفتش که ای درد همه درمان از خاک سر کویت، 30 جزء کتاب الله بسم الله ابرویت. توحید ولایت دین ایمان به تو می نازد، تورات زبور انجیل قرآن به تو می نازد. بیش از همه ای مولا ایران به تو می نازد. التماس دعا عید شاه مبارک. یا حق